سلام، خوش اومدین به کانالی که هنوز نزدم، نمیفهمم اسمش چیه، ولی اگر خدای نکرده قرار باشه بمیرین، بالاخره مرگ میاد سراغ همه میاد. این 10 تا سریال رو باید دیده باشید قبل از اینکه برین اون دنیا. اینا اون دنیا پیدا نمیشن. اولی شرلوکه. اینجا نوشتم یادم نره، یه لحظه فکر کردم دارم اشتباه میکنم. نه، اولی شرلوکه و اون نسخه 2010 تا 2017 رو منظورمه، اونی که ساخته انگلیسه، انگلیس هرچی که هست، اونو منظورم اینه که ببینید. چرا؟ چون به نظرم بهترین نسخه از سریال شرلوک همون سریالی که دارم معرفی میکنم، نمرش هم که زده بالای 9. چون سریال زیادی از شرلوک ساختم و اینو من بگم، من اولش که شروع کردم خیلی کند داشتم پیش میرفتم، چون قسمتاش فکر میکردم 45 دقیقه است، 40 دقیقه است، دیدم مثلا 1 ساعته، 1 ساعت و 10 دقیقه است مثلا یک قسمتش. جالبیش اینجا بود و این آبجی کوچیکم خیلی سری میدید و ما توی خانواده‌مون عادت داریم سریال که میبینیم مینویسیم و بهش نمره میدیم. نمرمون هم از 10 و 100 و 5 و چه میدونم از اینا نیست. نمره ما اینجوری نمره میدیم: S A B C D E F. S یعنی خدای فیلم و سریال، یعنی خداست، یعنی معرکه است. A یعنی 20 B کمتر، C D E F یعنی آشغال. این یکی S گرفته از ما. من سریال ها رو اینجا نوشتم و این جزء خوباشه، چون هر قسمت مثل یک فیلم سینمایی میمونه به خاطر زمان زیادش و بازیگر جالبی داره: بندیکت کامبربچ، دکتر استرنج خودمون، و شخصیت نقش موریارتیش خیلی خوشگل بازی میکنه. حتما اینو ببینین. بعدی چی واسهتون آماده کردم؟ بند آف برادرز. حالا اینا اسم این سریال ها رو توی دسکریپشن می نویسم واسهتون. مال سال 2001 هم هستش این سریال. اگه به سریال جنگی علاقه دارین، به نظرم این یکی از بهترین هاست، بهترین سریال جنگی که میتونین ببینین و لذت بخش باشه واسهتون همین بند آف برادرز هستش. چرا؟ چون بر اساس در واقع چیزی که خود سریال میگه، داستان واقعی ساختنش، بر اساس یک داستان واقعی، ولی خب جنگیه. میگم فانتزی و مثلا معمایی و جنایی اینا نیست. سریال جنگیه و 10 قسمت هم بیشتر نداره. مینی سریال میتونیم محسوب کنیم، ولی همه قسمت قوی، همه قسمت خوشگل. اینو خیلی کمتر مثلا توی قوم و خویشا خیلی کم اینو دیدن، بیشتر اون شرلوکه رو دیدن و شماره 7 و شماره 5 رو که بهتون معرفی میکنم. اینو کمتر کسی دیده. اگه ببینین باور بکن الماسیه که فقط شما میتونین پیداش بکنین. شماره 8 دارک، سریال دارک، سال 2017 تا 2020 هم ساخته شده این سریال. اگه مثلا فیلم های سینمایی مثل بازگشت به آینده، معجون زمان، کلن فیلم و سریال هایی که با خطای زمانی درگیرن، سریال لوکی، اگه اینجور سریال ها رو دوست داشتین، سریال هایی که سفر در زمان اتفاق میفته، خطای زمانی عوض میشه، کانسیکونس ها چی میگن حالا؟ فرصت که نه، کانسیکونس، خدایا انگلیسیش یادم، فارسیش یادم نیست. عواقب این تصمیم‌های زمانی واسهتون مهمه. عاشق این سریال خواهید شد و یک مژدم بدم که پایان بندیش توی نتفلیکس تکه. یکی از بهترین پایان بندی‌ها رو داره سریال دارک. اما خب این سریال رو خیلی باز کسی ندیده، اما گفتم خیلی خوشگله. سریال بعدی بسیار معروف، شماره 7مون، Better Call Saul، بهتر بزنگی به سال، Better Call Saul. توی دیسکریپشن هست اگه من دارم درست ادا نمی‌کنم واسهتون. خب 2015 تا 2022 من بعد از اینکه سریال بریکینگ بد رو دیدم رفتم سراغ سال، چون بریکینگ بد معرکه بود و توی این لیستمون هم هستش. سریال سال ثابت کرد که حتی اسپینافه در واقع سریال هم میتونن خودشونو خوب نشون بدن، میتونن نمره بالا بگیرن، میتونن لذت بخش باشن. سریال جالبی بود، یکم آرومتر از بریکینگ بد بود، ولی خیلی خیلی جالب بود و شخصیت پردازیش خیلی منو جذب کرد.
خود سال که خب خود ساله. بقیه شخصیت هایی که از بریکینگ بد اینجا میبینیم گذشتشون و آینده سال جالب بود واسم، یعنی به نظرم باید میدیدمش و اگه بعد از بریکینگ بد رفتین سراغش باید بهتون بگم که کار درستی کردید. شماره 6 The Wire. این همش سریال تاپه ها که دارم معرفی اینا از ایناست. The Wire 2002 تا 2008. ببخشید این مال یک کانال دیگه همه. خب شما واسه فیلم و سریال اینو در نظر داشته باشید، یونگ پو در نظر داشته باشید. میبینین به فکر همه چی هستم. سریال The Wire واقع گرایانه ترین سریال جنایی هستش واسه کسایی که جنایی دوست دارن، معمایی و جنایی و اینجور چیزا، و هر فصلش هم یک زاویه متفاوت از شهر این سریال رو بهمون نشون میده. به نظر من ارزشش رو داره ببینینش. سریال خوشگلیه، جز سریال برتره و من خب قرار نیست چیزی اسپویل بکنم و اینجور چیزا، به خاطر همین فقط میتونم بهتون بگم اگه به جنایی علاقه دارین جنایی خوشگلیه. شماره 5 ساکسشن 2018 تا 2023. از این سریال جدیدایی هستش که در واقع سریال درام و سیاسی تجاری میتونیم بگیم هستش. همونطور که گفتم سریال جدیدیه، شاید تا حالا ندیده باشینش، ولی سریال خوشگلیه. دیالوگای بسیار فوق‌العاده و شخصیتایی داره که کلا مدام نظرتو عوض میکنن. شخصیتای جالبی داره. میتونین این ساکسشن هم ببینین، یک سریال جدیدم ببینین که رفتین بیرون بگین آره من سریال جدیدم دیدم، سریال خوشگلش هم دیدم، ساکسشن دیدم. خیلی خوشگل. ساکسشن یعنی موفقیت و اینجور چیزا. حالا این انگلیسی هاشو من توی دیسکریپشن قرار میدم، راحت بتونین سرچ کنین و ورش دارین. شماره 4 چرنوبیله. خب که شاید واسه همه خوب نباشه، حالا بهتون میگم چرا. 5 قسمت بیشتر نداره. یعنی اگه فکر میکنین مثلا طاقتشو دارین برین 5 قسمت رو ببینین، خلاص شرشو بکنین بره. سریال جالبیه. یکی از بزرگترین فجایع تاریخی رو اومدن اینا بیکار بودن بازسازی کردن و خیلی هم خوب این کار رو انجام دادن. ولی خب میگم بیشتر فضاش وهم‌آلوده جوریه، میفهمین چی میگم؟ طوریه که شاید مثلا به زور پیش برین، کند پیش برین، یه قسمت رو دیدین اصلا ترغیب نشین برین قسمت بعدی. از همین قسمت اول تا قسمت آخرش تنش داره توش، تنش و استرس و، ولی خب میگم سریال خوبیه و چون 5 قسمت بیشتر نداره من آوردمش توی این لیست. مثلا اگه به جای 5 قسمت یک فصل بود، مثلا 20 قسمت بود، نمی آوردمش، چون 5 قسمت برید ببینینش، احتمالاً خوشتون بیاد. اما سریالی که تازه تمومش کردم، آره شروع کردم سریال برتر دیدن این روزا، تابستونه دیگه، اگرچه تابستون نبودم میدیدم دیگه، من که کاری ندارم. گیم آف ترونز 2011 تا 2019 خیلی واسش زمان گذاشتم و منی که بازی مثل الدن رینگو بازی کردم خوشحال میشم وقتی میبینم نویسنده الدن رینگ در واقع همون نویسنده گیم آف ترونزه، بازی تاج و تخت. به خاطر همین رفتم دیدمش. اژدها داره توش، مرده متحرک داره، فانتزی خوشگلی توش داره، یعنی قشنگ جذبت میکنه. اینو من یه بار به یکی از رفیقام پیشنهاد دادم، رفت دید. به یکی از قوم و خویشا پیشنهاد دادم، به زور خواست ببینه ولی تا آخرش دید. الانم یکی دیگه بهش پیشنهاد دادم داره میبینه. بله به هر کی پیشنهاد دادم اولش گفته خب مثلا اسمشو شنیدم قشنگه یا نه، نمرش چقدره. بعد یه قسمت واسش ریختم دیده، گفته بقیه‌اش هم واسم بریز، گفتم دیگه ندارم، بعد خودت دانلود بکنی. اینجوری ساقیا معتاد میکنن. اینم یک فن خوشگل یادتون بدم. نبرداش خیلی خوبه. اینجا من سعی کردم همه چیشو بنویسم. شخصیتاش، هر شخصیت داستان خودشو داره، باور بکنید. خود الدن رینگه.
حالا احتمالاً الدن رینگ بازی نکرده باشین ولی خیلی شخصیت زیادی داره، اینجوری بگم، و هیچ شخصیت هم مثل اون یکی نیست. هیچ NPC، هیچ شخصیت فرعی توش نیست، همه شخصیت اصلی هن. جالبیش اینه خیلی هم زیادن و طوری این داستان روایت میشه که گیج نشین. فراموش نشدنیه. پایانش هم بحث برانگیز بود حقیقتش که اصلا هیچی نمیگم، ولی کیفیت فصلای اولش به نظرم از فصل آخرش خیلی بهتر بود. یعنی من به فصل 1 تا 4 اس خوشگل میدم، ولی به فصل بعدی شاید A+ بدم یا شاید حتی A بدم، چون هر قسمتش یه صحنه مثبت چیز توش هست. من از این خیلی خوشم نمیاد هر قسمتش یه دونه توش باشه، آدم نمیتونه تمرکز بکنه. اما شماره 2 سوپرانوس، د سوپرانوس 999 تا 2007، این سریال بود که بعدش بریکینگ بد به وجود اومد. اگه این نبود احتمالاً بریکینگ بدم ساخته نمیشد. این در واقع چیزی بود که متحول کرد سریال سازیو و به خاطر این اگر هم بریکینگ بد حالا ساخته میشد به این شکل ساخته نمیشد. پس برین این انسسترشو ببینین، این نیاکان بریکینگ بد، و حالا مثل بریکینگ بد نیست ولی سریال بسیار خوشگلی هستش. و شماره اولمون بریکینگ بد. بریکینگ بد و باورتون میشه من با خانواده دیدیم و توی خانواده هم میدونین دیگه هر کسی یک تیپ شخصیتی داره، هر کسی از یه نوع سریال خوشش میاد. این تنها سریالی بود که همه با هم دیدیم. هر وقت من هر سریالی گذاشتم که خانواده بیاد جمع بشه، حتما یا یک نفر یا دو نفر ندیدن، مثلا از وسطش ول کرده، یا مثلا گفتن مهم نیست بذار ما وسطش میایم. این یکی رو همه دیدن. خودم خیلی کیف کردم. از نظر داستان پردازی بی‌نقص بود. من از شخصیت هنگ خیلی خوشم اومد، برخلاف بقیه کسایی که میگن ما از سال و والت و اون اسمش چی بود لاس پالوس هرمانوس اینا خوشم اومد. من از هنگ خوشم اومد چون مثل یکی از قوم خویشامونه. کلا یکی از بهترین تحولاییه که یکی از بهترین تحول شخصیت‌ها که توی سینما اتفاق میفته، شخصیتی که از این رو به اون رو میشه معرکه است. و پایانش هم که خیلی جالب بود. پایانش در واقع هنوز یه معیار سنجشه واسه بقیه سریالایی که داره ساخته میشه. از این سریال لذت میبرین. تمام این 10 تا سریال برتر هستن و قراره توی ویدیوهای آینده سریالایی که من اینجا ببین چند تا نوشتم سریال، برگ پر حالا چیزی هم معلوم نیست، برگ پر معلومه، پر برگ پر، کلی سریال شاهکار، کلی چیز خوشگل. اگه نظری دارین واسه ویدیو بعدی حتما بنویسید توی کامنت ها. از اینکه تا آخر موندین مرسی، خداحافظ.